با سلام، عرض ادب خدمت بیماران گرامی، همراهان عزیزم. امروز میخوام راجع به کیست تخمدان که سوال بسیاری از شما بود صحبت بکنم. کیست تخمدان در کل عبارت از ایجاد یک کیسه مایع پر از مایع در یکی از تخمدان‌های خانم‌ها. میدونیم که 2 تا تخمدان داره هر خانم. کیست میتونه یک طرفه یا 2 طرفه باشه و یک سری علامت‌هایی داره که میتونه درد خفیف زیر شکم باشه، میتونه خونریزی‌های نامنظم باشه، تهوع استفراغ باشه و یه سری اختلالات دیگه که خانم‌ها متوجه میشن که یک اختلال یک جایی هست و مراجعه میکنن به پزشک. حالا چطور میتونیم این کیست تخمدان رو تشخیص بدیم؟ یکی از مهمترین اقداماتی که برای تشخیص کیست تخمدان انجام میشه و بعد از شرح حال کامل هست انجام سونوگرافی هست. ما با انجام سونوگرافی میتونیم یک کیست تخمدان رو تشخیص بدیم، نوعش رو، سایزش رو و بر اساس اونا اقدام به درمان بکنیم. در ویدیوهای بعد اطلاعات دیگه راجع به این زمینه بهتون داده میشه.